عرض سلام و ادب خدمت تمامی بینندگان عزیز و گرامی قدر. امیدوارم که هر کجایی که باشین تنسیت و سلامت باشین. امروز بازم تصمیم گرفتیم در برنامه 11 قدرت و حقیقت در خدمت شما قرار بگیریم و پیرامون موضوعهای انتخابات، مشکلات مرزی، مشکلات مهاجرت مهنتی و علاوه بر این چندین موضوع دیگری هست که صحبت کنیم. مخصوصا حادثه اخیری که هفته گذشته در برنامه صحبت کردیم، بازم پیرامون اون موضوع صحبت کنیم. برادر که پیوست یک 5 دقیقه من انشالله که اول موضوع رو آغاز میکنم و بعد شما رو پیوست میکنم و صحبت میکنم. دوستان و هموطنان عزیز، ما همونطوری که شما میدونید هر هفته کوشش میکنیم یک مرتبه 2 مرتبه برنامه پخش مستقیم رو، برنامه قدرت و حقیقت رو تشکیل کنیم تا با بینندگان و مردم شریف تاجیکستان صحبت کنیم پیرامون موضوعهای گوناگون و ببینیم که میتوانیم یک کمکی برسانیم در ساحه سیاسی و مشکلات مردم تاجیکستان رو حل کنیم. هموطنان و همدیران عزیز و گرامی قدر، مشکلاتی که امروزه پیش مردم تاجیکستان اومده است این بازی هایی هست که هر کسی قدرت میاد با طور گوناگون ملت رو با اون بازی میاندازد و قدرت را یا اینکه اون قدرت را غصب کرده حکومت خود را ادامه میدهد، اینکه دزدی های خود را ادامه میدهد. و این حال یکی از این مشکلات هایی که در جامعه ما موجود است این انتخابات است. انتخابات در بعضی از کشورها به مانند فشنگی غصب کردن حاکمیت استفاده می شود. از جمله در تاجیکستان امروزه ما همین انتخابات هایی که برگزار کرده می شوند این یک فشنگی قانونی گردانیدن حکومتی دیکتاتوری امالی رحمان و فصل یا اینکه حکومت های دیگه‌ای که توسط هر کسی که به منظورم از کشورهای همسایه یا اینکه بر قدرتی که میخوان اونها رو به سر قدرت بیان موجود نباشد. برای همین ما امروز میخوایم در موضوع اول پیرامون همین صحبت کنیم که انتخابات چرا در تاجیکستان شفاف نیست و چرا مردم تاجیکستان این چاره‌بینی مهمی ملی را یک چاره‌بینی اساسی در تاجیکستان نمیبینن و برای اون به دیدی مثبت نظر نمیکنن و نگاه نمیکنن که چرا انتخابات امروز اینقدر در حالت ذلت قرار گرفته است، از بین رفته است و ملت در پستی قرار گرفته است. اگر انتخابات را یک چیز مهم میدانستند و به اون با عقیده نیک نگاه میکردن که میشود از این طریق با این مشکل را حل کرد، مطمئن باشد که ما میتوانستیم مشکل را حل بکنیم. انتخابات یک از نقاط مهم در کشورهای دموکراسی است که از طریق انتخابی یک نفر به قدرت می آید. چون شاخه حاکمیت تاجیکستان 3 شاخه جداگانه می باشد، سودی، پارلمانی و اجراییه، یعنی حکومت. برای همین این پارلمان این کمک کننده و اداره کننده این شاخه هاست. یعنی پارلمان است که دادگاه ها را تعیین می کند، پارلمان است که چیکار می کند؟ انتخابات ها را تعیین می کند، قانون ها را تعیین می کند و حکومت را نظارت می کند. یعنی پارلمان می شود گفت یک نقاط مهمی یک شاخه مهمی حاکمیت است. و اگر که پارلمان در کشورهای دموکراسی موجود نباشد، حاکمیت هر کاری که میخواد انجام میدهد. درست است که در بعضی از کشورها پارلمان در دست همون حزب حاکم قرار میگیرد که او توسط همون برد بیشتری از وکلا چیکار میکند؟ تمام قانونهایی را که خودش میخواهد بالای ملت میرساند و اداره میکند. اما ملت هوشیار و دانا هیچ وقت این اجازت را نمیدهد و کوشش میکند که در پارلمان گوناگون حزبی باشد. ما فقط این حال در موضوع یعنی قانون‌های دموکراسی صحبت میکنیم، اون قانون‌هایی که دیگران ما به اونها دست نمیرسیم. یعنی ما از دیدگاه قانون‌های دموکراسی که تاجیکستان امروز به اونها عمل میکنه صحبت میکنیم. برای همین هموطنان و همدیران عزیز، شاخه قانونگذار
که پارلمان است در تاجیکستان دومین مرد از جانب پرزیدنت امامعلی رحمانوف تعیین کرده شد. ولی امسال انتخابات مانند سالهای گذشته اوج نگرفت. یعنی در رسانه‌های مجازی، در تلویزیون‌ها، در کشورهای غربی اصلا واکنش جدی نداشت. حتی جامعه جهانی و جامعه مردم تاجیکستان هیچ واکنش نشان ندادن به این. حزب‌های سیاسی هم با یگان حرفی را نزدن. در بعض حالت‌ها یک تعدادش یک مقاله نشر کرد، یک بیانیه نشر کرد و خلاص. چرا چنین حالت به میان آمد؟ مشکلات اصلی اینجاست که وقتی که حاکمیت تمام رقیب‌های سیاسی خود را از همه طریق از بین میبرد و سیستم انتخاباتی میآید در دستی حاکمیت قرار میگیرد. یعنی در امروزه تاجیکستان اگر نظر کنیم، یگان حزب سیاسی که مخالف باشد و توانایی رقابت داشته باشد و یا حتی توانایی اشتراک در انتخابات داشتد موجود نیست. یعنی ما در تاجیکستان 7 حزب رسمی داریم که یکی از اون حزب‌ها مخالف بود که رئیسش از دنیا گذشت و معاونش را به 18 سال زندان کردن. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که رحمت الله ظاهرов خدا رحمتش کنه رئیسش بود و شاکرجان حکیمov که پروردگار آزادش بگردانه به 18 سال زندان محکوم شد. یعنی یکی از حزب‌هایی که تا حال به رسمیت شناخته شده است، خب رئیسی نوش قیام الدین است که به نظر قیام الدین است اگر اشتباه نکنم، حالا ببخشید اگر اسمش نادرست گرفته باشم، که تا امروز هیچ نشست برگزار نکرده است و در بازم پیشتر گفت که در انتخابات اشتراک نمیکند. یعنی این مشکلات به میان اومده و 6 حزب دیگری که موجود است همه اون حزب‌های کیسگی می باشند. یعنی حزبایی که در همه اون احزاب رحمانوف اشخاص را مانده است که او اداره شونده حاکمیت است. یعنی در چنین گونه دولت‌ها در روند انتخاباتی تمامی ملت اگر بیاید بخواهد که این روند را نظارت کند و انتخابات را نگاه بدارد که رأی درست برود، دیگر فایده ای ندارد. چرا؟ چون هر کسی که در این انتخابات به پارلمان راه بیاید در خدمت کی قرار میگیرد؟ در خدمت امامعلی رحمانوف. برای همین یکی از تشکیلات های حقوق بشر و یک سازمانی بین المللی اتحادیه اروپا است، ببخشید سازمانی همکاری امنیتی اروپا است که این سازمان در خیلی حالتها و سالهای گذشته انتخابات تاجیکستان را نظارت میکرد. اگرچه در آخر میگفت که این انتخابات ها مستقل نبودن و حالت های غیر شفاف موجود بود ولی نظارت میکرد. اما امسال همین سازمان با یک بیانیه نشر کرد که انتخابات پارلمانی تاجیکستان را نظارت نمی کند. سببش هم دقیق همون مشکلات موجوده که من در بالا ذکر کردم، یعنی نبودن رقیبانی که بتوانند به حکومت یا اینکه به همین حزب حاکم رقابت بکنند. وقتی که چنین حالت موجود نیست، دیگر اگر انتخابات شفاف هم بگذرد هیچ معنایی ندارد. به همین خاطر این حالت به میان آمد. حالا من یک مقاله را از رادیوی آزادی برای شما میارم پیشکش میکنم و بعدا از برادرانی که میخواهم پیوست شوند خواهش میکنیم به استودیو پیوست شوند و ما میتونیم برادران را پیوست کنیم و در موضوعی گوناگونی که موجود است صحبت کنیم. این کنفرانس همکاری اروپا یعنی سهه پس از 30 سال از نظارت انتخابات در تاجیکستان دست کشید. بیایید این مقاله را با هم میخونیم. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیا ناظرانی باعث شد که این سازمان از نظارت انتخاباتی مهمت خودداری کند. طی 30 سال این سازمان در 8 انتخابات با عنوان ناظر در تاجیکستان اشتراک میکرد. در این مدت نسبت به این نهاد اندیشه های گوناگون صدا داده است. برخی اشتراک آن را روند مهم دموکراتی نامیدند و بعضی هم آن را یک رسمیت به نام به پیش نمیدانند که نظام استبداد فعلی را مشروعیت بخشد.
از 29 ینور 22 ناظر سازمان امنیتی همکاری اروپا طبق عهدهداری بین المللی و معیارهای انتخاباتی دموکراتیک با هدف ارزیابی انتخابات پارلمانی به منطقه های تاجیکستان باید فرستاده میشد. طبق اطلاع رسمی دفتر انتخابات دموکراتیک سازمان امنیتی همکاری اروپا، اینچنین 150 ناظر کوتاه مدت را نیز باید چند روز پیش از انتخابات به تاجیکستان میفرستاد. اما در اظهارات اخیر سازمان امنیتی همکاری اروپا آماده است که هرچند هیئت ناظران روز 22 ینور به تاجیکستان رفتند اما نتوانستند با کار خود شروع کنند. ماریا تلیان، راهبر دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان، گفت که نبودن کفالت رسمی درباره آنکه ناظران ما می توانند یک ماه قبل از انتخابات کار خود را انجام دهند یک سبب خودداری این سازمان از نظارت جریان انتخاباتی در تاجیکستان شد. حکومت تاجیکستان از سال 1995 سحر را به انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی دعوت میکند. بغیر از بهاگذاری موافقت دفتر نهادهای دموکراسی سحر اینچنین برای بهبود بخشیدن روند انتخاباتی توصیه میدهند و تلاش های تاجیکستان برای برگزاری انتخابات مطابق با معیارهای بین المللی حمایت میکنند. اما در طول 3 سال هیچ پیشرفت قابل توجه در ارزیابی همین سازمان مشاهده نمی شود. از این رو بسیار در کشور به نقش این نهاد به تردید نگاه میکنند. مهم اما نمادین نورالدین استاد یکی از دانشگاه‌های تاجیکستان قبل در انتخابات سطح گوناگونی به حیث ناظر اشتراک کرده است. با گفته وی حضور ناظران سحر زمانی مؤثر خواهد بود که اگر حکومت به ارزیابی آنها تن بدهد. از یک طرف حضور ناظران بین المللی حداقل مشروعیت روند انتخاباتی را در چشم جامعه جهانی تامین می‌کند. گزارش های آنها به انتخابات های بهای مستقل می‌دهند و قانون شکنی ها را مستند می‌کنند. از جانب دیگر اشتراک آنها بر حکومت فشار لازم را آوردن نمی‌تواند و هر چیزی را که آنها تأکید می‌کنند عوض نمی‌شود. ما تا حال رقابت واقعی نداریم. ذخیره های بزرگ معمولی استفاده میشن و شمارش غیر شفاف آرا برگزار می شود و غیره، میگوید همصحبت به رادیو آزادی. دیمیتری بوشانتی، راهبر هیئت ناظران ضمن نشست مطبوعاتی روز 22 ینور در دوشنبه گفت که وظیفه آنها صرف نظارت است، مثل که شما برای گرفتن طبابت درست به پزشک مراجعت میکنید، یعنی تصویر عین این کشور شمول لازم است. تایید کرد بوشتون. برای سحر چی مهم است؟ در گزارش هیئت ارزیابی طلبات‌های سحر در مورد انتخابات پارلمانی در تاجیکستان تاکید شده است که وابسته از نبودن پیشرفت در اجرای توصیه قبلی تعداد از موضوعهای لازم است مورد تحلیل و توجه همین سازمان قرار بگیرد. کار کمیسیون انتخاباتی در همه سمت‌ها، وضعیت رسانه‌ها و پوشش انتخابات، اجرا شدن ثبت‌نامه انتخاب کنندگان، تنظیم و نظارت احزاب‌های سیاسی، کارزاری انتخاباتی و مبلغ‌گذاری آنها. یکی از ناظران پیشین صاحب به شرط افشا نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر گونه ادعا از سوی رای دهندگان تاجیک در برابر سازمان امنیتی همکاری غیر واقعی است. این یک سازمان غیر دولتی و یک دولت مستقل نیست که بتواند نتیجه انتخابات را غیر مشروع اعلام و یا تحریم کند. این یک سازمان بین المللی است که برای اساس توافق بین تمام اعضا از جمله تاجیکستان عمل می‌کند. این سازمان وظیفه خود را انجام می‌دهد. پیشنهادهای ارزیابی مستقل از انتخابات و ارائه توصیه‌های به کشورهای عضو در مورد چگونه بهبود نظام انتخاباتی بر اساس اصولی که تمام کشورهای عضو همین سازمان با آن موافقت کردند. این با آن معنا است که کشور عضو همین سازمان نمیتواند این اصول و توصیه‌های دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان را نادیده بگیرد و این چنین شهروندان خود را به ادعای این که حضور این سازمان مشروعیت انتخابات را تایید کرده است گمراه کند. تنها خود شهروندان میتوانند چنین رفتار را مورد تایید یا رد قرار دهند. بیامون این حالت ها را نمیخوانیم.
اینجا رو این مطلب رو میبینیم. انتخابات بدون انتخاب، این یک چیزی مهم است که در روند تاجیکستان در انتخابات بسیار باید به نظر گرفته شود. انتخابات پارلمان تاجیکستان قرار است روز 1 مارس سال 2025 برگزار شود. همه احزاب ها حاضر در پارلمان در آن اشتراک میکنند. از 63 کرسی پارلمانی 47 کرسی در انتخابات حزب خلق دموکراتی تاجیکستان قرار دارد. حزب کشاورزی 7 کرسی، کمونیستی 2 نماینده و حزب سوسیال 1 کرسی دارد. یگان نماینده حزب دموکرات سیدجعفر عثمان زاده بود که اکنون به اتهام تلاش برای تبدلات دولتی زندان شده است. همه این حزب‌ها آشکار سیاست حکومت را جانبداری میکنند و نمیتوانند آنها را احزاب مخالف نامید. یگانه حزب مخالف سوسیال دموکرات از اشتراک خود در این انتخابات دست کشیده است. بختیار سفرов رهبر شرکت سنترال آسیا کانسولیشن در واشنگتن به نبودن کوچکترین نشان از انتخابات دموکراتی در تاجیکستان اشاره میکند. من شخصا به عنوان ناظر در انتخابات سالهای 2005 و 2009 اشتراک کردم و میتوانم بگویم که در آن زمان حداقل ظاهرا مشارکت احزاب‌های سیاسی بیشتر از امروز بود. آنچه امروز شاهد آن هستیم یک عقبگردی بزرگ و نشانه از ناتوانی ما در ایجاد نهادهای دموکراتی است. پیامدهای آن برای کشور تنها بدتر خواهد بود، افزود این کارشناس. این یک مطلبی است که در رادیوی آزادی راجع به همین موضوع انتخابات نشر شده است. دوستان و هموطنان عزیز، باید انتخابات را یک شاخه مهمی دولتداری در نظر گرفت، چون انتخابات تعیین کننده آینده هر کشور، هر ملت و هر سرزمین است در کشورهایی که قانونش دموکراتی است. حالا من به اون قانونهایی که نظام دولتداری تغییر می‌یابد، چون اون نظام میتواند دینی باشد، کمونیستی باشد و هر چیز دیگه ای باشد، به اون نمیگذرم، چون ما عین حال در یک کشوری که نظام دموکراسی دارد درباره اون صحبت میکنیم و برای همین در چنین نظام ها انتخابات یک نقطه خیلی مهم است. من یک نمونه مثالش میارم. در کویت تمام عالمان دین که وقتی شبکه‌های اجتماعی پیدا شدن مشهور شدن، چون دعوتگر دینی هستند و مردم اون منطقه مسلمان هستند و پیروی خیلی زیاد پیدا کردن و بر اساس همین عالمان بزرگی که این جوانانی که به میان آمده بودن از دین تبلیغ میکردن، اینها را اجازه دادن که بروند در پارلمان یا در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و به پارلمان راه بیاورند و واقعا هم چنین کردن و اینها به پارلمان راه یافتند و کویت یکی از کشورهایی میشود گفت که قانونمندترین کشورهای دولت‌های عربی به شمار میرود و عین حال در اونجا یعنی حکومت در خدمت مردمش قرار گرفته. چرا؟ چون در پارلمانش کسانی هستند که دیندار هستند و هر عقیده‌ای را که اونها میخوان همون قانون را قبول میکنند و حکومت او را چیکار میکند؟ عملی میکند. یعنی با فتوای عالم ها اینها توانستند در همون حکومت وارد شوند و قانون‌های را قبول کنند که حکومت آنها را اجرا کند. برای همین در بعض حالت‌ها رفتن به انتخابات و نظارت کردن آن بسیار یک نقطه مهم است و شفافیت آن اجازه می‌دهد که ملت بتواند از طریق اشخاص کاربرد و وظیفه‌دان و خدمتگزار چکار کند؟ قانون‌هایی را که ملت می‌خواد در پارلمان برود چکار کند؟ قبول بکند و حکومت مجبور شد این قانون‌ها را اجرا کند و در حالت تاجیکستان متاسفانه چون این حالت‌ها دیده نمی‌شود. بیا ما برمیگردیم فکر حکومت تاجیکستان را در همین مورد میگیریم که حکومت تاجیکستان در همین موردی که ناظران صحن نتوانستند در این انتخابات اشتراک کنند چی میگوید؟ خب در اینجا وزیر کارهای خارجه تاجیکستان یک مطلبی را راجع به همین نقطه گفته است. ما با همین مطلب هم میخوانیم و بعداً وابسته به واکنش حکومت دیکتاتوری امام رحمان صحبت خواهیم کرد. بیا این مطلب هم برای شما بیاریم و وابسته به این مطلب ما فکر نظر خود خواهیم گفت. خب همینطور که شما میبینید وزیر کارهای خارجه تاجیکستان
گفت ناظران دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان ترتیبات ثبت‌نامه را رعایت نکرده کشور را ترک نمودند. سحر روز 4 فوریه در اعلامیه گفت که نبودن کفالت از جانب مقام تاجیکستان در باره ثبت نام یا اکریدیتاسیون ناظری باعث شد که از نظارت انتخابات مهمه دست بکشند. سیراج‌الدین محی‌الدین روز 11 فوریه ناظران این سازمان را با ویران کردن مقررات انتخابات و خطرهای با وجود آوردن شرح نادرست وضعیت داخلی تاجیکستان متهم کرد. انا حکم اینجا آغاز پیدا کرد. ببینید وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و که یکی از نفرهای کلیدی حکومت به شمار می رود که سیاست داخلی را در خارج کار میکنند حمایت میکنند، یعنی سیاست وطن ما را تمام کارهای خارجی را گفتگو کردن، ملاقات ها را تشکیل کردن و روندی بهتر ساختن تاجیکستان همچون یک کشور آباد و آزاد در کشورهای خارجی همین است. یعنی سیراج‌الدین و این بر عوض اینی که بتواند یک بهانه درست‌تر پیدا بکند که حد امکان روند انتخابات را قانونمند بگرداند و نشان بدهد که در تاجیکستان انتخابات موجود است. نگاه کنید چی میگوید. ناظران این سازمان را با ویران کردن مقررات انتخاباتی و خطری به وجود آوردن شرح نادرست وضعیت داخلی تاجیکستان متهم کرد. یعنی با اینه که شما میآید انتخابات ما را برهم بزنید دیگه، چون در انتخابات ما اینجا یک حزبی است و همطوری که دیدید 50 نفر از یک حزب در پارلمان نشسته است و شما میایید این روند را خراب میکنید و به مردم تاجیکستان میگویید که انتخابات این کشور شفاف نبود، چون در طول چند سالی که در تاجیکستان انتخابات برگزار کرده می شود هیچ انتخابات از جانب این سازمان ها تایید کرده نشده است و همیشه اینا میگن که انتخابات غیر شفاف بود و مردم باید خلاصه برارن. در همون قانون همین سازمان که در رادیوی آزادی در موضوع اول خواندم، این سازمان میگوید که ما فقط یک تشکیلات نظارتی هستیم که نظارت میکنیم و فکر عقیده خود را بیان میداریم. ما تاثیرگذاری به روند انتخابات نخواهیم بود. یعنی ما تاثیر نمیگذاریم که یک انتخابات رو بیکار بکنیم که نه انتخابات نشید ای نو انتخابات کنیم. ما این کار رو نمیکنیم. فقط اینه که روند همین انتخابات رو ما نظارت کرده برای مردم میگوییم. این مردم هم که تصمیم میگیرن که این انتخابات شفاف بود یا اینکه نبود و این ناظران در این کار نمیکنه. برای همین اینجا باز هم سیراج‌الدین نتوانست، یعنی همون دیپلماتی خود استفاده کند و حرفایی را بزند که حد امکان همین بیرون کردن این ناظران سها را بپوشاند که به نظر نرسد، ولی با حرفایی که میزند برعکس چیکار میکند؟ بدتر و بدتر میکند حالت انتخابات. ثبت نام حامیان همه مشاهدان تا 10 فوریه دوام کرد. فقط گروه دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان از پیش خود تاریخ‌های دیگری را برای ثبت نام پیشنهاد کردند. آنها خواستند که قانونگذاری ما را ویران کنند. پیشنهاد کرد که آنها تا 31 ژانویه ثبت نام کنند. از بس که ترتیبات و قاعده خودش را دارد نمیتواند آنها را تا 31 ژانویه به قید گیرد، گفت وزیر. خب او افزود ناظران سپس تاریخ دوم را پیشنهاد کردند. تا 3 فوریه همه ما این کار را کردن نتوانستیم. آنها گشته به وین رفتند و در آنجا شورای دائمی وین را دعوت کردند و خواستند همه مسئله های اشتراک آنها را و نقطه نظر منفی به تمام اعضای این سازمان رسانند. مریم تلی راهبر دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان در بیانیه روز 4 فوریه گفت نبودن کفالت رسمی. خب این ما ایرا در اون مقاله خواندیم. سیراج‌الدین محی‌الدین دفتر نهادهای دموکراسی سحر و آن متهم کرد که هیئت ارزیابی نیازهای این نهاد در گزارش وضعیت داخلی تاجیکستان به اساس و یک طرفه ارزیابی کردند. یعنی منظورش از اون روندی است که در کل انتخابات گذشته اینها را یک طرفه اعلام کرده بودند که انتخابات شفاف نیست. همزمان باید گفت که در این گزارش مرحله قید کرده اند که با انتخابات و رفتن
و رفت آمادگی آن ربط ندارد، چون مناسبت خوف با وجود آوردن شهرهای نادرست و وضعیت داخلی را به بار می آورد. خب این را ما در اون مقاله اولیه خوانده بودیم. خب همینطور که شما دوستان دیدید، متاسفانه انتخابات در تاجیکستان و آمادگی او یک طرز الکی، یک طرز غیر شفاف را روبرو گرفته است و حزب یگانه مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان که رحمت الله زایی رو بعداً او از دنیا گذشت و شاکرجان حکیموف یکی از معاون ها و نفر و پروفسور و نفر کلیدی تاجیکستان که واقعا میتوانست با علم خود تاجیکستان را جلب کند که در انتخابات اشتراک کند و او انتخاب شود و یا اینکه حزبی او بتواند چند کرسی را به دست بیارد، از میدان سیاست رانده شد و 6 حزب کیسگی دیگه ای که در تاجیکستان موجودند رحمانوف آنها را به انتخابات اجازت داد و از طریق این بازم میخواهد خودش را در تاجیکستان قانونمند بگردانند و از این طریق برود. و این تنها یک نقطه را اشاره میکند که تاجیکستان همونطوری که من در مقاله اول هفته گذشته نوشته بودم به طرف کره شمالی و همین کشتارهای اخیر هم نشان میدهد که حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف فقط یگانه کاری میکند مثل پیش انتخابات رو باز هم یک حزبی کردن به طرف خودش میبرد. خب دوستان عزیز، من اینجا یک پیام بدیم. خب از تمام برادران و خواهرانی که در استودیو هستند میتونین پیوست شوین و من آماده‌ام شما را پیوست بکنم و هر کسی که اگر میخواد پیوست شود و من تا زمانی پیوست شدن برادران کوشش میکنم در موضوعی دیگری که در اینجا ما گذاشتیم در موضوعی دیگر هم صحبت کنیم. خب دوستان گرامی و هموطنان عزیز، در مشکلات های دیگری جامعه که موجود است اینجا مشکلی مرزی است و مشکلی مهاجرتی مهنتی و علاوه بر این مشکل تحریم هایی است که تاجیکستان اونها را نظر اهمیت نمیدهد و این بعد مردم تاجیکستان در اینجا ضرر میبیند و چند مشکلات دیگه است که ما صحبت خواهیم کرد و من پیش از همه میخوام در موضوع همین مشکلات مرزی صحبت کنم که خودی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در همین موضوع صحبت کردن و کمی در رادیو آزادی معلومات دادن و من همین موضوع رو کمی میخوام صحبت کنم چون یک موضوع خیلی حساسی است که تا امروز ما یگان معلومات دقیق از مشکلات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان که سالها وجود دارد و چند سال اخیر به خونریزی تبدیل گشت و در یادمان هست که سال 2021 چند نفر از شهروندان تاجیکستان و چند نفر از شهروندان قرقیزستان کشته شدند و همین طریق قطعی این مشکلات ادامه داشت. از سال 1992 91 تا این جانب ما این مشکلات رو داریم. وقتی که ما استقلالیت به دست آوردیم هر کشور تلاش کوشش کرد به مانند چین به مانند قرقیزستان کوشش کردن از زمین‌های ما و منفعت خودشان بگیرند. چین در این کار موفق گشت و سال 2012 از مرغاب یک قطره از زمین ما را به خودش گرفت و به گفته حکومت امروزه دیکتاتوری امالی رحمانوف 50 سال اجاره که ما در روند سیاسی نگاه میکنیم که اجاره موجود نیست و هر زمینی رو که هر کسی که گرفت او رو گرفت و دیگه بازگشت اون غیر امکان می شود. ولی به هر صورت ما حالا برمیگردیم به این نقطه که در مشکلات مرزی که بین تاجیکستان و قرقیزستان دارد اصل تر است. یعنی اینجا عین حال اکنون اون سرزمین الکی قانونگذاری او را قبول کرد، اون سرزمین را فروختن و اون سرزمین الکی وابسته به کشوری همسایه ما چین است. حالا قرقیزستان بعد از آنکه این مشکلات سال 2012 رخ داد و دید که ملت تاجیک و حکومت تاجیکستان در چنین حالت‌ها و کنش‌های جدی نشان نمی‌دهند، مشکل به میان نمیاد، نه این حکومت همسایه ما را و یا این کشور همسایه ما را زبان دراز کرد و آمد به سرزمین ما و شما حمله کرد. اگر یادتون باشد بار اول سال 2014 بود اگر اشتباه نکنم، پرچم یکی از پرچم قرقیزستان از طریق یک شهروندی همسایه ما آورد در بام یک شهروند تاجیکستان زده شد و از اینجا بود که مشکلات آغاز شد و این باعث یک جنگی شد که همون سال بود، سال بعدش بود 3 نفر کشته شدن و دیگه همه ساله طوری که شما باید از این معلومات با خبر باشین. من حوزی یک خریطه رو برای سمت شما میرسونم و در این
خریطه شما میبینید که کشوری همین شهری که تاجیکستان عین حال یعنی با این اسنادی که قرقیزستان میخواد داشته باشه یک مشکلاتی عمیقی وجود داره که هر لحظه که میخوای از تاجیکستان به این طرف یعنی از اون شهر وروق به این طرف بیای ببخشید این مشکل بله بهتر شد مشکلات اینترنتی به میان اومد من اینجا ببخشید برادران مشکلات اینترنتی اینجا مراجعت کرد بله اینجا به نظرم که من اینترنتی بعدی رو باز کردم و این مشکلاتی چرا به میان اومد خب میگذاریم این خریطه رو میگذاریم چون مشکلات اینترنت زیادتر میشود و شاید این باعث شود که من نتوانم صحبت کنم و وقتی که از طرف وروخ به سوغد میای و خوجند میاید یک راهی وجود دارد که قرقیزستان اون راه از خود کرده است و هر کسی که به همون راه میگذره میتونن سنگسارش کنن میتونن بکشنش یادتون باشد یاری تعجیلی وقتی میخواست کسانی که در اونجا جراحت برداشتن به خوجند بیاره شد در راه به ماشین یاری تعجیلی حمله کردن و در اونجا چند نفر به هلاکت رسید و باز هم زخمی گردیدن و همین مشکلات واقعا هر روز بیشتر و بیشتر میشه در حالی که مردم همون منطقه میگن که ما وقتی که در این سرزمین ها بودیم قرقیزی ها فقط آمده شدن یعنی آورده شدن از جانب کشور شوروی یعنی حاکمان شوروی و اینجا اونها برای تاجیک ها چاره‌داری میکردن یعنی گوسپندان و گاوای اونها رو نگاه میکردن و براشون یک منطقه خونه دادن و این سرزمین و این منطقه همش مال ما بود و اینجا ما میکردیم وقتی حتی شوروی اینها رو جدا کرد و همون اسنادها یعنی منطقه های تاجیکستان شوروی یا این قرقیزستان شوروی و این منطقه رو با هم مستقل کرد در همون حالت ها هم تاجیکانی که همون منطقه هستن میگن این آب از ما بود و اینجاها همش مال ما بود و هیچ مشکلی به میان نمی اومد و این راه هم راهی ما بود ولی بازم به مرور زمان وقتی که ما استقلال پیدا کردیم و حاکمیت ضعیف در تاجیکستان به میان اومد این مشکلات ها را زیاد کرد و این باعث گشت که متاسفانه حالت بدتر و بدتر شود. حالا در ادعاهای اخیری حکومت قرقیزستان نشان می‌دهد که تقریبا زیاده از 90% مشکلات مرزی با تاجیکستان حل کرده شده است. یعنی قمچبک توشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان در یک نشست گفت که ما با طرف تاجیکستان تمام مشکلات ها را حل کردیم در بعض حالات ها آنها به ما دادن و بعض حالات ها ما به اونها زمین دادیم و مشکلات ها را کامل حل کردیم و به پرزیدنت ها پیشنهاد کردیم اینجا کار پرزیدنت ها است که حل کرده شوند و حالا وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در اینجا میگوید که مشکلات اصلی یعنی همون راه و آب تا حال حل خودش پیدا نکرده است در حالی که قمچبک توشیف گفت که ما تمامی با هیئتی که ما گفتگو میکردیم تمام مشکلات ها را حل کردیم و با پرزیدنت ها و با پارلمان ها پیشکش کردیم و فقط نقطه یعنی امضا گذاشتن مونده است و ما این مشکلات ها را حل میکنیم. بیا از رسانه آزادی همین چی را ما مقاله وزیر کارهای خارجه را بخونیم. خب برادر رحمت الله اگر یه لحظه من انشالله که این مقاله رو میخونم پیوست میکنیم خارج نشیم. همونطور که شما میبینین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت که کشیدن خط سرحد با قرقیزستان حل شد اما مذاکرات با سر چند مسئله هنوز ادامه دارد. سیراج المومنین روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت درباره راهی که بین وروخ و اسفره ساخته شود آنجا چند مسئله تکنیکی مانده است که باید گروه‌های کاری خلاصه برآوری کنند. بجز این با گفته وزیر یک قطار آبیکت آبی نیست تا حاضر زیر بررسی گروه‌های کاری است یعنی چگونه در آینده به دو دولت خدمت می‌کند و استفاده برنده این آنها چه حل براه مانده می شود.
نماینده تاجیکستان و قرقیزستان روز 4 دکمبر سال 2024 درباره به سازش رسیدن جانبه‌ها بر سر مشخص کردن مرز با خبر دادند. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان در پایان ماه ژانویه گفت که هنگام نشانه‌گذاری سرحدهای احتمالی دو کشور بعضی از شهروندان خود را می‌کوچانند. یعنی این حالت ها و میانه ما این موضوع رو باز هم ادامه میتیم و همطور که گفتم موضوع ما در این برنامه ما اوید 3-4 موضوع صحبت میکنیم و برادر رحمت الله آماده هستین؟ برادر من برادر رحمت الله رو پیوست میکنم. برادر رحمت الله خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عبیدالله امیدوارم خوب صحت سلامتی. سلام به کل تماشابینان که مرا تماشا دارید. گفتنیم که درباره که می انتخابات بیاد موضوع خوبه مثال گپ نشر که اینو درباره ژورنالیست دامای چی ما انتخابات با نام انتخابات داریم. ما در انتخابات بگوییم که چی شوه هیچ وقت نمیشوه چیزا. چیکار کنیم وقتی که انتخابات نشوه؟ یعنی در عموم میگو هیچ وقتی نمیشه یا که در عموم انتخابات موجود نیست؟ نه در عموم اكو گفتنیم که همه حالون دانیم همه که مثال ما داریم همو با مثال با رحمانوف هیچ وقتی انتخابات مثال انتخاباتی میشوه یگان تایی نیمکان پذیره. حالا 100%. ولی اگر که نگاه کنیم ببین در دیگه کشورها هم چنین حالت ها وجود داره. مثلا ارمنستان تظاهراتش از کجا شروع شد؟ مثلا یا که گرجستان تظاهرات هایی که عین حال انجام داده شد یعنی از کجا آغاز میوه؟ بعد از انتخابات پارلمانی. یعنی انتخابات کردن بعد از انتخابات این یک حزبی مثلا حاکم از همه بیشتر برد. البته که چیکار کردن مثل تاجیکستان دست دیدن اوضاع را ولی مردمش خاموشی را اختیار نکرد چون میدونه که انتخابات مهم است برمدن به میدان. یعنی خیلی مردم ما در همجا این چیزا چورابینی مثلا اهمیت نمیده. مهم اون نیست که حاکمیت کار میکنه. مثلا حاضر خود در سر قدرت باشی مثل رحمانوف غصب کرده باشه به زور مثلا ازبکستان یا اینکه افغانستان یا اینکه چین یا اینکه روسیه که کشورهای همسایه ما هستند مثلا ترا گفته باشن که خودت در تاجیکستان میرای وزیر پرزیدنت میشای و ترا مثلا میبرن پرزیدنت میمونن میرای تو میدونی که تو انتخاب ترا هیچ که نمیشناسه میرای پرزیدنت میشای. خب پرزیدنت در انتخابات که حتما میدزن اوزورا نه تعیین میکنن. خب تو تعیین کرده پرابلم مشکلی تاز یا که باید مردم بخزه چیز قبول نکنه که تر دیگه جو اومدگی این مشکل ما فقط در مردم خمون میبینم. اگر مردم خمون که اگر وقتی اگر ای حق خچون ای چیز خچون اگر دفاع کنن هیچ وقتی چیزو نمیشه و این خیلی مقصد دیگه به توی درجه را این یک چیزی هسته که اگر بگذار یا که مثلا دولت باشه انتخاب یکی جد من نمیدونم که توی چی درجه را قدر مردم ایمو ترسان شدگی توی درجه را که ای حق خچون گپ زدن نمیتونه که انتخابات خلقی باید خلق انتخاب کنه نه اینکه یک رحمانوف خودش بگیره خچه انتخاب کنه خچه بگه در سر وظیفه بونه. خیلی چیزا وابشه نیست. بله برادر رحمت الله ما اصلا عموما امروز 5-6 موضوع را انتخاب کردیم و در عموم میخوایم راجع به همه این موضوع صحبت کنیم. حالا خب ما 2 موضوع را صحبت کردیم گذاشتیم در عموم اصطلاحا خواستم صحبت کنیم و موضوع دیگر هم همین مشکلاتی که به میان آمد یکی از مشکلات های پیش از انتخاباتی بود. یعنی این مشکلی قصدی رخ داد و برادر شما در اونجا به شهادت رسید. این یکی از مشکلات هایی است که پیش از انتخابات من خود ختم امروز بود اگر اشتباه نکنم یک مقاله در فیسبوک نشر کرده راجع به همین نقطه. خود میتون در هر زبانی که خود درست‌تر میشه مهم نیست مهم صحبتی آزاد انجام بدی. یک تحلیل اختا رسوندی. من فکر میکنم که واقعا همین مشکلات هایی که ببینین هر لحظه که در تاجیکستان یک چرابینی مهم انجام داده میشه و پیش از همین چرابینی ها حکومت یک برنامه مزحقگی رو آماده میسازد تا فکر مردم به همون جلب کند. ببین مثلا حاضر ما انتخابات رو رحمانوف اعلان کرد و بعد از اون که انتخابات اعلان شد و چرابینی های انتخابات روند شروع شد تا اینه که بر رسمیت نشناختن یا که حزب ها را بر رسمی چی کنن نام نویسی کنن وکیلا را نام نویسی کنن از همین جا استفاده کنن. مثلا این برنامه‌ای که در این برنامه مثلا 7 نفر رو تعدادشون شاید زیادتر باشد در همین زندان به قتل رسانیده شدن آغاز کرد. من فکر میکنم که یکی از مشکلات های اصلی این همین
انتخابات است که یکی از کارهاش متهم کردن چند نفر و کشتن آنها تا اینی که سر صدا در جامعه زیادتر شود و مردم چون یک چند شهروند به قتل رساندند، به گفت خودشو یک بانگ خطر یعنی بون در زندان صادر وجود آمد تا همه از این واقعه بگن و واقعه دیگری که انتخابات است این رو در نظر نگیرند و رحمان باز هم همون سپرتکلی انتخاباتیش بگذران و هیچ انسان بالای اهمیت ندید، یعنی اصلیت مهمیت انتخابات از بین ببره. خودت فکر نمیکنی در همین بیشتر یعنی همین حالتا مثلا به میان سال 2019 در همون بعد 19 پیش از انتخابات پرزیدنتی بدو همین کار شده بود اگر اشتباه نکنم. بله 100%. این رحمانوف همیشه یک انسانی بازینگره، یک انسانی که مثلا به مردم فند فریب میکنه، این همون رحمانوفه. رحمانوف هیچ وقت یگان میده تغییر یافتگی نیست. رحمانوف وقتی که مثلا در سر وظیفه آمدنده او را مقصد کی آورده بود. رحمانوف همون حالتی که در سر وظیفه آمدی حتی خودت میگویی که مرا کستون و مثالی گپ ایجورام بود یا که فلان چیزام ایجورام بود، همون چیزا را تو فراموش کردی که امروز با این ملت این قدر تو بیرحمی میکنی که همون حالات مثل همچون ای مردم ایجورات طلبنده بودی میطلبیدی که یک کستون یا که یک بروک در مثال گپ میرفتی در یگان چیزا انتخابات در یگان چیز در مثال گپ اشتراک کردند، تو او چیزا را فراموش کردی و بوی گداگی تا و بوی طلبندگی تا فراموش کردی که امروز میای با ملت قدر ظلم میکنی. این رحمانوف یک انسانی هسته که خیلی را روز قیامتی چی جواب میده هیچ نمیدونم، در پیش خلق هم در پیش تمام انسانیت. این رحمانوف اگر انسان میشید، رحمانوف اگر رحم میداشت، دیده بودم در یک جایی که برام بود ای حق مادرها دفاع کرد که مادرها را احترام کنین و چخیل مادرها را احترام کنه که یک ژورنالیستی که مثال فرزندی که 8 ماهه داره کودک مایل به همون زنک رحم نکردی، با همون کودک هم رحم نکردی که 8 ماهه بود بردی 8 سال. او وظیفه داره ژورنالیست برای چیه؟ برای تاجیکستان در کلی مثال روی دنیا ژورنالیست همیشه به قدر ژورنالیست همیشه او وظیفه داره، او یک خبردهنده کلی گفته گپا دنیا همو نباشه. اگر گفته گپا رحمانوف هیچ وقت خودش چی نمیکنه فهمید سوره یا که دیگریاش باید ژورنالیستا آزاد کرده شود. ما چندین ژورنالیستای چی داریم که مثال گپ برده محکم کردیم پشت مثال یک دیگر کسا حساب نداره، یا آدمایی که مثال گپ در سر وظیفه بودن قطعی رحمانو کار کردن نان و نمک خوردن، رحمانوف برد 18 سالی 25 سالی چند سالی دادکشان. ای هم یک ظلمه. رحمانوف یک چخیل بگم یک نامرد ایده بگم خطا نمیکنم. باید انسانیت خط یک انسان که نان خورد باید هیچ وقت در نمکدان او هیچ وقت مثال گپ تف نکنی. رحمانوف تف کرد در نمکدان مثال گپ حل گرد نوایش که جورایش که داشت در سر قدرت اومدن همیشه ای گفته های و ایمو چیزایمو. رحمانوف هم خیلی انسانه. رحمانوف هیچ وقت یگان کار خوب که نیست دیجا. رحمانو بغرض ای کشتار ای قتل ای برده زندان کردن یگان کار خوب شما ندیدیم تام قصری سال میخزه با گم میزنه ای تا رحمانوف گجاشید و وعده دادی که مثال گپ زنو بانوان با گفته خودت همو بانو را خودت برده محکم کیسه کو значит رحمانوف فقط گپش قدر نداشته. رحمانوف هیچ که بده значит на воздух گم میزبده. بعد گفتنیم که برادر وایدلو یک دامو قضیه دودرمون مثال یک بارگه مثل همون شهیدایی که گذشتگن و هم باید مثال گفت برای ما را همچون برادرن. گفتنیم رحمانوف ما انتظارم همون چیزایی که ما خواهش کردیم ای حکمتت که همون آدمایی که قتل کردن یا که بیگذار دادر مثال همون شهیدا مثال گفت نپده نشیدگه با گفته شما چندین سردوانو مثال گفت مردگه ما همون را گفتیم تا زیرا که خواهش کردیم که همون چیزا را رسم کنه که مردم بدونه که واقعا همین انسان همین کار کردن یا نکردن. تا زیرا یگان گپ چک نیست، یگان خبر نیست، فقط ای بغرض دروغگو یگان نه. من همچون یک شهروند تاجیکستان حق دارم ای حکومت رحمانوف طلب کنم
که بیارین مودن نشان بتین همون چیزا را که واقعا همین چیزا هست یا نیست. رحمانوف یگان چیزا نشان دادن نتونست تا بزیر. مثلا همون آخران کاری که در اوج صورت گرفت، مثلا بردن یعنی اونو را گور کردن جسدا را و بعد از جسدا یعنی پدر مادرش رو آوردن رست کردن، بعدن بازشو کردن با شرطی اونی که قبر باز نکنن. تو حال چی اتفاق افتاد؟ یعنی اجازه دادن که حد امکان عیادت بعدی که بخشش بعدی که بردنشون دامی ایروزی مرده تازه را سیم بار میبرنشون، سیم بار آخران بوری بردگیشون خدا درو نکنه 2 روز پیش بود. 2 روز پیش پدر ما قطعی اکای کلونم با باش امو شورابو دخچه فریاد کردن. گلاونی میسولگا با امو عدلی که دوره میسولگا امو نویا خودش فریاد کردن. یا چی میخوان نمیدونم. بردن خیلی میسولگا دادرمونا کشتن خوردن. بو دیگه چی تون میخوین دیگه؟ ما روزی نبودیم، ما مرده ای که دادن ما نموندم روزی نبودیم دادن دا. او چی مرده ما را دادن؟ ما مرده را روش ندیدیم، یگان چیزش ندیدیم، یگان خانواده ما او چی مرده بهت ما دادیم؟ مثلا بانم که ما مردهشون آوردیم دادیم. مرده ما را ندادین، مرده ما را ختم بردن گور کردین. رحمان ما انتظاری همو گفته گپا چیزایی تا هستیم که خانواده ما طلب دارن که همو چیزا را با ما نشان ته کدام حالت نپدید نشید، چخلی شید، همه همو چیزا. اگر مردم اگر کمتر میفهمیدگی باشه، هیچ وقت آدمی که بس یک آدم قطعی مثال گپ جنگ میکنه همیشه خچه سبک میکنه یا که شوکی سبک میپوشه و اتو همو بوشلتایی که چیان اتو بدر کگی نیستند. رحمانوفی سپیتاکلی ته کدی دک جرس میاد. او آدمی جنگ میکرد یک فرمش کمتر سبکتر میکنه، تیم بولی جو زبور داری تو او قدر چیزو داری یا که با اون فرمش و چخل میگریختن. رحمانوف یک کمتر عقل تا او بازی میکنی بوار که بازی ها تا یک کمتر نشان بده که مردم خودش کمتر فکر کنه که درست کرد یا که دروغ. برای که ما الله مهربان همیشه میدونه شرمندگاری تر میبره تا 1000 سپیتاکل که فایده نداره. این بازی که مثالی گپ همین شهیدایی را کردن، این بازی برای این نمی انتخابات بود که مردم از چشمش خاک پوشن و بگذار که هم خیلی حادثه شدگی. رحمانوف هیچ وقت ای بازیاش بندگی نیسته. رحمانوف یا نامرده. ما به حکمتش نمیگم، حکمتش هسته انسانایی که دم خودی ما خوبن، خوبتر کار میکنن، نه که همو آدمایی که مثال گپ ظلم کردن به نسبت همین شهیدا یا که مثال گپ قتل کردگان انشالله روز سواتش میشوه. ما رنگ شما آدم خر نیستیم، ما رنگ شما قتل نمیکنیم. انا اون پیشتون دمیاریم نمو فرزندی که نمخلی شیرمکی داری کو، انا اون شیرمک تا میگیم همین حالت سوزه کو دلت میسوزه برای فرزندت. او فرزندی ما مقصد دیگه پدری ما فرزند کلو نکرد که شما بگیریم برین حکم قتلش بتین یا که 6 سال مثال در درم بیسته یگون کار نکنه و همین خیردم بکنه که در روز دیراجدینش بود. 2 روز پس دیگه دیراجدینش بود، روز نهم. توی درجه را تا بیرامی رحمانوف دیگه اکو نمیدونم باید چی بگم دیگه. ما هیچ فقط انتظاریم که ای حکومت رحمانوف چی میاد، چی مثالی گپ دکازاتل استو داره. همین را ما انتظاریم، همین چیزا میخوایم بینیم. انشالله که پروردگار جاشون جنت بگردانه و امیدوارم که مردمش سبب ببینه و به خلاصه بیا برسه که یعنی قصدی خونی هر شهروند تاجیکستان که از جانب همین حاکمیت گرفته شده است قصدی و گرفته بشه. اگر نه زندگی در این دنیا معنا نداره. خب یک کس به هر راهی میگذره از دنیا میره، به دزیلت مردن هیچ معنایی نداره. باید حتما مردم به خلاصه بیا برسه. من تنها خودت تنها مثلا 2 نفر 3 نفر موز بریم به رحمانوف شکو کردم میتونیم. یگونه راهی که ما میتونیم یک کار عملی انجام بدیم مردم است. مثلا موز 3 نفر 4 نفر 10 نفر اینا خب بازگشت رفتیم چیکار کردیم در مقابل یک لشکری که 80,000 کارمند داره. خب ما 100% است که زور ما به 80,000 نمیرسه. با خوجای خارجی که مثلا از طریق OBC چی از طریق ODKB و 1000
مثلا کشور روسیه، چین و دیگر کشورها با کمک طلب میکنه که اون میشه تعداد شاید دنیا ملت وقتی که نخیزه برنخیزه، در شکی نیست که زوری 10 نفر 20 نفر 100 نفر به این حکومت نمیرسه. برای همین برای قصد گرفتن این تمام مظلومین باید حرف بزنیم، باید بر بخیزیم، باید بریم این ظلم از بین ببریم. برادر الماس اگر چیزی گفتنی باشه بفرمایید. ان شاء الله وایدلو باور دارم که خلق ما وجه برای خودش بسیار چیزا را میفهمه، بسیار چیزا را فهمیده، نه که просто دمی خلق ما نه ترس جا شده که ایمون دایمون باورگی نبونده. اویش میگه ما بخیزم که ممکن الماس نخیزم، میگه با همون خاطر گفتنیم با خلق جمهوری تاجیکستان، با خلق ما که هیچ وقت رو افتاده نشین. میشه و روز سواتش که وقتی مردم خلق که خیست رحمان او اودکبه داری، او دولت چین داری، دولت کدام دولت داره، وقتی که خلقی خیست یگان کار کردن نمیتونه که ظلمیت میشکنه، ظلمیت میشکنه و بر حال او انسانایی که با گفته با مردم مظلوم تاجیکستان غم داد، اینقدر ظلم کرد، او انسانا چی جواب میده؟ ما باورگی دارم رحمانوف اگر بگریزم، اگر هست آدمایش که ایامو قاونش یک میساگ ایامو ظلمایی که میساگا میکنن، همون انساناش نامش گرفته نمیتونه. وقتی همش که نگرفت انتظار شد که چی روز میشوه. ولی رحمانوف فرمان داد تو وظیفه داری، نه اینکه تو بگیری توی درجه را بهرمانه خیلی چکنی. رحم در دل میساگ کارمندای او نداره، به خاطری که همه را والی دادگی کسی را چخیل فرق میکنه. حتی کارمندای مخوماتی هسته که روش نگاه میکنی گفته گپا و کارمند مقامات باید او ما عبرت بگیره مردم، نه که میگرده امور خلق عادی را دشمن اقخورت میکنن. ای دکه جا میسایی گپ انتظام، دکه جا میسایی گپ رحمان ای کار را چی میکنه. رحمان فهمید چیزا را میگوی نمیدونه، همه چیزا را به خبره. رحمانوف خودش والی دادگیه با تمام نمو مقاماتش که همین کار بکنین که مردم هم خیلی بکنین که یک روز بخیزه مرم مثال گپ سر نگم کنم، مثل سر کنه ای هم آدمایی که میکنن برا. والله قسم توجیک وری ملت توجیک وری خیلی قصگیر نیست. این واسه و واسات قسم میگیره باور که یا کمی میشه و همون حالتی که وقتی رحمانوف اگر ظلمش چپه شوه براون، یا که در سر قوری رحمانوف مثالی که مادرش هیدرین قور بکشن بگیرن، همین حالتو رحمانوف تا میفوره. رحمانوف وقتی مادرش مثالی که خلق هیدرین قور ببروره، همین حالت در رحمانوف چی احساسات میکنه؟ رحمانوف دیلش میزنه. وقتی رحمانوف فکر نمیکنه که انسانو را برد قتل کرد، او چی فکر؟ برای که او انسان ای فقط ای چیزی خودش فکر میکنه، فکر خلق نمیکنه. یا که فرزندی که مثالی گپ رستم، یا که رستم بده که کدامیش نوکی مرده کودکی میده هیدرین قور ببرورنش خلق امیر میفورش نمیفورش، هیچ کاره نمیفوره. پس که هیچ کاره نفوره رحمانوف بس که ظلم تا این کشتاری کرد، این قتلی کرده سایت مردم گوسپند نیست، مردم حیوان نیست، مردم آدمه، مردم انسانه. چه خیلی که تو انسانی نان میخورین همه چی ما هم رنگی تیم تام رنگی موی نه تای ما یگون کم بودی داری نه ما ایت یگون کم بودی داریم، همه ما آدمیم انسانیم. رحمانوف بس که ای چی روز ایت در ملت تاجیک آورده سایی عذاب چیتا ای خدا نمیترسی؟ ما مردم فکر میکنیم روز قیامت مونه اوزی نبرات شده، اگه مردم ایچیم قیامت چه فراموش کرده، اگه اوزی فقط ظلم رحمانوف فقط چی کرده سن. خیلی برادرو خیلی گپ زدیم، اگون کس اگر گپای پست بلند زده باشیم در فکر اون کس بخشش میپرسیم که خیلی برادر الماس خیلی سخن ابته گپ زنه خیلی میجا داریم اگر اگون چی دو میداریم شما. تشکر برادر. در پناه الله نگهبان. برادر الماس بفرمایید برادر. سلام علیکم. علیکم السلام. اولیش تعزیه بیان میکنم برای برادر که برادرو شهید است داد. بعد
چی گفتنیم انتخابات دروغ این ما هیچ چیز قبول نداریم. ما بایکوت داریم که ما نمیخواهیم شما را، نه او چند حزبی که در داخل است نه حزب حاکم، برای که تا حاضر برای چی یگان برنامه تون نبرورده در مردم نشان بدید. شما را رحمانوف اجازت نمیده که در رسانه‌های تاجیکستان برای گپ زنید. شما میتونید که یوتیوب روی کنید، در یوتیوب برای مردم دعوت کنید رنگ مخالفه بگیرید، برای برنامه تو بگید که ما میخوایم که مردم این همین کارا را بکنیم، شما در ما آواز بدید. برای چی شما یک کانال یوتیوبی باز نمیکنید که یوتیوب اینترنت شما با مثل یک بلاگر شدن نمیتونید. امروز در تاجیکستان اینستاگرام کار میکنه، یوتیوب کار میکنه. سبب در چیه که شما یک رسانه نمیکشید و فکر نظرهاتون بگید، برنامه‌هاتون بگید، مردم شما را بشناسن. تا حال من نمیشناسم همین حزبایی که در داخل هستند، هم بلاگداری همین محیدین کبیری. من چند چه در یک مصاحبه دیدم در رادیو آزادی که همین آدم‌ها هست، بعد هوای این چند چه بردن زندان کردن، چند یا سه چهار نفر جز دیگه نیست دیگه حاضی. من حیران میشم که اینا برنامه‌هاشون نشر نمیکنن، یگان چی نمیگن، بعد یک روز میبرن میگن مردم ما رو آواز بده. بعد وقتی که بای میتونن میگن که رحمانوف سزاوار همین وای بود، سزاوار همین ویبر بده، همین حزب تونیست کرد. او همین حزب فقط پروپاگانداش برده شده، چون شما نمیبری. رنگ یک انسان ها ورش ما رو میگن که 1000 بار که یک رسانه هوی کنی نمیتونه اداره تاجیکستان مبارزه برده، ببره اجرات کنه در روسیه بیو، در اروپا بیو، برنامه تا پیاده که مردم بشناسن تو. این کارو را نمیکنه، بعد بگیم که زیق میشه که ما را مردم آواز نداد. این رحمانوف دروغ شما را یگان تطنه میمونه که ایده کرسی زیاد در پارلمان بگیره. این حکومت تنها میخواه که خودش باشه. این آدمایی که بدن میتونستن که دولت اداره بکنن یا چی گرفتن اکستریمیست تروریست شون گفتن بردن زندانشون کردن یا سرشون کردن در اروپا. شما آدمایی نیست که در نکاز یک رقابت کنه با رحمانوف پبیدید کنه. این چیز غیر امکانه. شما یگان تو حزب حاکم بریده نمیتونی. برای که رحمانوف شما را میگه بشینه میشینه، بخیزه بگن تو میخیزه. به همین خاطر نه خودتون شما فهم کنید و نه مردم. راست همین بگیم که اتستاف کابتیه بره تمام. ما نه شما را میشناسیم نه برنامه شما قد شناسیم. به همین خاطر من چی گفتنیم؟ یا که مرده گوره بروی در یگان رسانه های مثال یوتیوبی ده بروی به مردم دعوت کنه که بیاید ما آواز بتیه، یا که کلان استعفا بتیه بره همون یا حزب رحمانوف باشه خلاص. بنام که در تاجیکستان چند حزب است. تاجیکستان دموکراتی های تاجیکستان یگان جوش دموکرات نیست. یک زنکی که برآمد برای یک همین رخشانه حکیمی برای چی اوه زندان کرده، من اوه کم در کفتم در براش خوندم که سببش چی بوده که زندانش کردن. همین خواسته است بفهم است که نفوذ چین چند قای در تاجیکستان. این مردم نفوذ روسیه چند قای، نفوذ خیتای چند قای. این کاری روزنامه‌نگار بفهمه که چند قدر همون نفوذ داره در تاجیکستان. نخود شما برای یک چیز فهمیدن آدم برای زندانی کنید. با دو کودک نابالغی که بگیم بیاتش چند ساله بیاتش 9 ماه. رحمانوف تو نه قدری مادرها را میدونی، نه قدری اینوالیدها را میدونی، نه قدری یگان کس تو نمیدونی. ما مردم شریف تاجیک اینجا برنامه می‌نیم، وقت جدا میکنیم برای شما. خواهش همین است که بیاید دستگیری بکنید، بیاید مردم سرجم بشیم، بیاید یک کاری بکنیم که همین رحمانوف سرنگون بکنیم که این ایخه با مثل این ایخه که خواهرای اپا زندان نروان. یا دولت بسازیم که دموکراتی باشه، همه شمول باشه، هر کس بتونه فکر نظرش بگه، برای فکر نظر زندانی نشود. یا دولت بسازیم که دیکتاتوری نباشه.
انا هیچ چیز ما خواهش میکنم که برادرای عزیز بیاید در برنامه اشتراک کنید، بیاید ما را دستگیری بکنید. اینجا ما را تماشا میکنید، چندین نفر ها بمونه. برادرای عزیز همون لایکاتون سبب زیاد چیدن برنامه ها میگرده. خلاص هم حاضر میدونه که یوتیوب 50 دیرم نمیتیه. ما پلکارکنی نم آمدیم، هدف ما پلکارکنی نیست. والله من یا که برادرایی که هستن هدف پلکارکنی یا که اگون روسیاگری اگون خیب قپیدن نیست. هدف ما همین است که مردم تاجیک آزاد باشه. بچه هر برو اومدیم گپ زدیم، پرابلممون کردن برادرای عزیز. اومدیم به دولت‌های امن. همین قاعده ما کار میاد که شما را بفهمونیم که مردم رحمانوف دزد، رحمانوف دیکتاتور، رحمانوف ظالمای، رحمانوف هممون یک مدزا میبره میکشه. اگر ما متحد نشیم، چی مخالفش چی طرفدار حکومت، باید ما همه کسمون برادریم. فکر نظرها در ایش تنها دیگه هدف رحمانوف بیای رحمانوف یک طرفه کنیم. اگر میخواهیم مردمی بگذار مردم انتخاب کنه، منش قبول میکنه، شما را قبول میکنه، یک کسی دیگر را انتخاب میکنه، اینا مردم بکنه. یا که چند کسای دیگه میبرن شما اسلامیش میکنه یا که دموکراتیش میکنه. برادر عزیز با من باشه، من میدونم چه خیلی دولت بکنم. لیکن متاسفانه من نمیتونم دیکتاتور شده که من برام و بگم که من خیلی نظام میخوام. مردم تسلیم شه بگیره که چه خیلی دولت میخواه، کمونیستی میخواه، اسلامی میخواه، بودیستی میخواه، خریستیانی میخواه، دموکرات میخواه، چیزی میخواه. اینا مردم تصمیم میگیره. اینا یک نفر تصمیم گرفته نمیتونه که بیا علنه و بلنه. اینا همیشه باید شما باشه. و همین خاطر بازم دعوت همین است که برادران عزیز بیا هوشیار شیم، بیا یک کار بکنیم. اگر ما همیشه نبرویم در افیرو صحبت نکنیم، دستگیری نکنیم، هم دیگر در یگان برنامه ها اشتراک نکنیم، یک فکر در نیاییم، رحمان به تنهایی هممون میبره. 30 سالی ندیده که سهراب ظفر برد 30 سال زندان کرد. او برادر دیگری هم برد 20 سال زندان کرد. چندین برادرای دیگه اروپا بردن، هم 20 سال دادن و 17 سال 18 سال زندانی کردن. به همین خاطر شما چی را انتظاره؟ یا که مردک گوره اگان کار بکنیم که مردک گوره زندگی بکنیم، یا که همه خیلی دیگه خاموش بسته. رحمانوف میگه میبره 30 سالی زندان تان میکنه. بعد میگه که بعد گپی همون عمرعلی قواتوف دیاتون میوه که اولی روز گفت میشوه که شما با دوبینکه میزنن، میگفته که کاش که دبر یعنی عمرعلی قواتوف میستودم. همین گذشته ها برای ما درسن. همون آدم ها تک پراست نبر اومدن در این میدانو. ما همون انسان ها را بگیم دیدیم اومدیم در میدان، فهمیدیم که حکومت نوتوغوریه، دیکتاتور، دزد، شیطان. به همین خاطر برادرای عزیز بازم یک بار دیگه دعوت میکنم که بیای یک کار بکنیم که به منفعت همین مردم و ملت باشه. غیر این صورت ما را به تنهایی این رحمانوف نابود میکنه. 2 سال دیگه اگر همین خبر روم، این همه گپ من همینجا میگم برادرای عزیز، 2 سال دیگه اگر ما این همه در اروپا بمونیم و رحمانوف در تاجیکستان، همین نفرایی که میبروین گپ میزنن همینا رو هم دیگه گپ نمیزنن. دستاشون هم میتکن میگن توکلتون به خدا، میرون مردم ای پس کارش. به همین خاطر باید ما همه کسا سرجم بشیم، یک کاری بکنیم که بچه دیگه دولت ها تونسته سودیان، شما ما نمیتونیم، ما را میتونیم. پراست بسم الله گفتن در کار، میونه بستن در کار. خلاص همین حرکت بکنیم، انشاءالله خداوند نصرت میتیمون. به همین خاطر بیای همه کسا دستگیری بکنین مخالفا را، بیای سرجم بشیم مردم تاجیک. به خدا کارگرای حکومت شما تاریخ نگاه کنید که رحمانوف چیکار کرد. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان را برد زندان کرد، نه دپوتاتا را برد زندان کرد. کسانی که به سر قدرت آوردادنش اولاداش نابود کرد. شما را انتظار نباشه که رحمانوف شما را هیچی نمیگه. همه تونه آچ ردخطی. اولی نگاه که برادر عبیدالله اولی نو در زندان چند نفر را کشت.
ولی این برای انتخابات بود. این برای انتخابات بود که مردم فقط تنها درباره زندانی و گپ زنن، تنها درباره اینکه انتخابات بگذره. تماشا کنید انتخابات میگذره، یا برتون های کارتون میگیره تو، های کار میگیره تو، نیم تا برای زندان میکنه، نیم دیگه تا همین خیلی گم میشه نمیوانتون. و همین خاطر بیا یک کار بکنیم که همین یک دشمن داریم رحمانوف، دیگه ما یگان کارگر امنیت و یگان میلیسر و نمیدونم وزارت کارهای داخلی و خارجی را ما گناهگار نمیدونیم. ما تنها رحمانوف میدونیم که گلور همون انسانای خطاگی بزرگ همینه. بیا همین سرنگون بکنیم، همش خوب میشود. شما هم زندگیتون خوب میشه، مخالفین هم برمیگردن به تاجیکستان، زندگی مردمی عادی هم خوب میشود. همین گفتنی بودم برادر. زنده و سلامت باشی برادر. تشکر برادر از اشتراک در برنامه. انشالله که بازم کوشش می‌کنیم در برنامه بعدی بیایم پیوستشین صحبت کنیم ان شاء الله. زنده و سلامت باشین برادر. تشکر، خدا نگهبان. ان شاء الله که زنده باشین. زنده باشین برادر. زنده باشین. همونطور که شما برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر شنیدید، مشکلات تاجیکستان واقعا از دیدی برادران و مخالفان هم هر روز بیشتر می شود و ما میبینیم که در طول یعنی یک سال گذشته، یعنی سال 2024 واقعا حد امکان یک حالت خوبی به میان اومد که ما و شما امید میبخشد که امکان دارد در تاجیکستان یک دگرگونی به میان بیاید. این بازگشت زیاده از 600,000 مهاجر مهنتی از خارج کشور به تاجیکستان است که بیشتر اون از فدراسیون روسیه بعد باز میگردند و من مطمئنم که این تعداد اگر در سال 2025 زیادتر شود، یعنی با 600,000 یا 500,000 دیگر بر بگردد که حکومت دیکتاتوری امامی رحمانوف توانایی ایجاد جایهای کاری را ندارد و این ملت به گرسنه نشینی تبدیل بیابد، مطمئن باشید که دیگرگونی در جامعه تاجیکستان به میان میاد. من مطمئنم که اگر ما و شما همین خیل باز بگردیم به وطن بریم، اگر در خارج کشور اذیت میکشیم بریم هر کاری از در داخل وطن بکنیم، حکومت از زور بیاریم و بعض عاقبت چیکار میکنه؟ عاقبت مجبور میشود که برای ما و شما چیکار کنن؟ کمک بکنن. عین حال من همین امروز همینطوری گفتم مشکلات خارجی که به میان اومده است، ما در طرف خودمون که امروز در کشورهای اروپایی قرار داریم و توانایی بیشتری داریم که با زبانهای خارجی با کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن به حکومت دیکتاتوری امامی رحمانوف سخت فشار بیاریم، برسونیم که همین حالتهایی که عین حال موجود است و کمک میکنن حکومت دیکتاتوری امامی رحمانوف که اونها بیشتر در قدرت بمونن کم کرده شود. یعنی ما فشار را میاریم از این طریق. مثلا شما ببینید امریکا عین حال تا حدی امکان با خبر شد که حکومت دیکتاتوری امامی رحمانوف با حکومت روسیه همکاری میکنه و تمامی تحریم هایی که علیه روسیه حکومت امریکا وارد کرده است به حکومت های اروپایی از طریق حکومت های آسیای مرکزی از جمله از طریق همین حکومت دیکتاتوری امامی رحمانوف کمک کرده می شود. تمامی مالکیت هایی که مثلا بر روسیه ممنوع از فروختن آنها یا استرداد واردات آنها چیکار میکند؟ از طریق تاجیکستان وارد میکنه فدراسیون روسیه. از طریق تاجیکستان میان تاجیک ها میخرن میبرن به تاجیکستان و از طریق همین به فدراسیون روسیه میبرن. این مشکلات ها بسیار، یعنی این حالت ها را ما بیشتر آشکار میکنیم به زبان های گوناگون به کشور امریکا، کشورهای اروپا روال میکنیم که حکومت دیکتاتوری امامی رحمانوف مورد تحریم یعنی سانکسیا قرار بگیره. وقتی تحریمش کردن، سانکسیاش کردن، مطمئن باشید که همین مردمی که در داخل وطن هستند دقیقاً است که بیدار میشوند و میفهمند که ناتوانی همین حکومت چیکار میکنن؟ فشار میاره. و دیگر حالتایی که کمک به دیدی ما خوبتر از این حالتی است که من بسیار خوشحالم که مردم ما حد امکان تو اندازه با خبر شدن که میفهمند که چی در چه حالت میرسه. مثال بگیریم همین حالتی که با حکومت امریکا رسید، مثلا یکی از حالتایی که امریکا پول بس کرد دادن به حکومت تاجیکستان، این کمکی در ساحه تندرستی بود که میلیون ها دلار همه ساله از همون فاندهای کمکی که امریکا با کشورهای آسیای مرکزی کمک میکنه به تاجیکستان کمک میکرد و این سال این کمک رو محدود کرد و از بین برد. و همین طریق هم که این مقاله دیگری که نشر شد درباره از بین بردن همین تحریم هایی که در تاجیکستان با روسیه همکاری میکنه، اگر این کار نشود بازم تحریم های زیادی
نسبت حکومت امالی رحمانوف انجام داده می شود. ده ها کارهای دیگه که اگر ملت با مخالفان همکاری کند، معلومات های بیشتر برساند، چه تاجرها باشند چه غیر از که ما بتوانیم همین حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف چیکار کنیم، از یک طرف در کشورهای اروپایی برسانیم که این برای شما هیچ فایده ای نمیارد و شما ای را تحریم بکنید که این حکومت باید به زانو بشیند، مردم تاجیکستان باید بیان حکومت به دست بگیرن و از طریق یک انتخابات آزاد بتوانند حکومتشون را اداره کنند. این رو باید ما برسانیم و این با کمک شما میشد. همین بازگشت شما به تاجیکستان و کمک کردن شما از اون طریق با مخالفان و همکاری کردن، معلومات ها را رساندن، دستیاری کردن، مطمئن باشید که هیچ کار میکند به ما و شما میرساند. البته این واقعه اخیری که در تاجیکستان رخ داد اینها به نتیجه نمیمانند، یعنی کشتن زندانیان بیگناه و سرصدای آنها و همزمان زندان کردن چندین چهره‌های معروف از جمله شاکرجان حکیموف و جیانی دختر عموی شاکرجان حکیموف که واقعا یکی از فعالان و روزنامه‌نگاران بود، این واقعه ها مطمئن باشد که یک واقعه های تاثیرگذارند و مردم این حالات ها را میبینند و یگانه امید کوتاهی که داشتن، این امید چیکار میکند؟ زیادتر میشه، یعنی امید از همین حکومت داشتن کمتر میشه و اونو برمیخزن، همین حکومت از بین میبرن. مطمئن باشید که مردم و این ملت یک روز بیدار میشن این حکومت از بین میبرد. این طولانی نمیرود، این حکومت یک روز نه یک روز شکست میخورد و همونطور که رحمت الله در اینجا بیان کردن و ذکر کردن، مطمئن باشید که همونطور که در سوریه گوری پدر اشار بسد آتش زده شد و از گور بیرون کرده شد، همین طریق در تاجیکستان هم هر گوری فرزندان شما و خود شما که در گور مانده باشید، اگر فرار کرده شما، پدران شما و مادران شما، فرزندان شما که در همین حاکمیت دست دارند، مثل اینا چیکار کرده میشن؟ از گور رانده و آتش زده میشوند و همین گونه حالات شما روبرو میشوید. برای این کار نکردن عین حال اگر وجدان بیدار مونده است، کار کنید حد امکان همین مادری که فرزندی 8 ساله دارد از زندان آزاد کرده شود. نخواد یک مادری که فرزندش 8 ماه است، شیرخوار است، او را برده زندان کنید به 8 سال. این واقعا یک ضربه به جامعه و عموم به وجدان بیدار تاجیکستان است. اگر وجدان آگاه و بیدار ماندگی باشد، چون این حالات ها هیچ وقت به میان نمی آید. برای همین برادران و خواهران گرامی، واقعه ها را بیشتر به ما برسانید، با ما همکاری کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک با ما همکاری کنید، نامه بنویسید، مشکلات هایی که هست برای ما برسانید، ما او را در رسانه های خودمون به میان میگذاریم و به جامعه تاجیکستان و به جامعه جهانی میرسانیم. ما امروز میبینیم که رسانه های مخالفان به زبان انگلیسی و به زبان روسی خیلی زیاد فعال شدن و این فعالیت واقعا نشان و تاثیرگذار خواهد بود و مطمئن باشید که جامعه جهانی اینا را پیگیری میکند و یک چیزی که در زبان انگلیسی می نویسد در مورد تاجیکستان و یک سرمایه گذاری که میخواد سرمایه گذاری کند، این حالات ها را میبیند، مطمئن باشید که تحریم میزند حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف و کاری میکند که در بانگ همون دام امالی رحمانوف که در تاجیکستان دارد در بام او نمیافتد و کوشش تلاش میکند که تاجیکستان را چیکار کند؟ تحریم کند. چون تاجیکستان را اگر امروز کمک میکنه، کمک یعنی به اولاد امالی رحمانوف، و اگر شما کمک کردنی باشید در مستقیما با ملت و مردم، به مردم مظلوم کمک کنید، جامعه شهروندی را کمک کنید، جامعه شهروندی میتواند کمک میکند به مردم تاجیکستان. شما بیا به مخالفان حکومت تاجیکستان کمک کنید که بتوانند به مردم از طریق برنامه‌هایی که دارن کمک برسانند. اگر شما با حکومت باوری ندارید، اعتماد ندارید، یا با مخالفان باوری کنید، با اینها کمک برسانید که از طریق این مخالفان با اون کم بضاعتانی که در داخل وطن هستند کمک بکنند. و همین خاطر شما فکر نکنید که کمک شما مستقیما به مردم میرود. مردم هیچ وقت کمکی که شما تو امسال انجام دادید دریافت نکردند. همون طوری که شما دیدید که حتی در دوران کووید 19 که مردم ما در بدترین حالت قرار داشتن، کمکایی که از اروپا، از امریکا آمد، همش از نام همین دیکتاتور امالی رحمان به مردم تقسیم کرده شد. گفته نشد که این کمک‌ها از کجا آمده است و به چه اساس آمده است. قسمتی از آنها فروخته شد. همین کمک‌هایی که از امریکا و اروپا و از چین، از هر کجا به تاجیکستان آمده بود، در داروخانه‌ها فروخته می‌شدند. همه این دیده میشد که در داروخانه همون مهر کمکی زده شده است، چون وقتی که اینا کمک میکنن مهر میزنن که این همچون یک کمک است از جانب فلان کشور، از جانب فلان تشکیلات. برای همین هموطنان و همدیاران عزیز، اینها را در نظر بگیرید و در مقابل این چیزها مبارزه ببرید و کوشش کنید
که این حکومت رو از بین ببرم. من یک نوار خیلی کوتاه از رخشانه و از مادر رخشانه به سمت شما میگردونم که اگر بیداری وجدان بیدار باشد حتما این ویدیو رو دیده برای آزادی رخشانه مبارزه می‌کنه و از همه شما خواهش میکنم که برای آزادی رخشانه تلاش بکنید، عکساش، از نوشتجاتاش، از نوارهاش، از خشتوارش دستگیری بکنید که رخشانه آزاد کرده شود، وگرنه مطمئن باشد که فرزند 8 ساله او دعاش همه ما و شما را، همه مسلمانان را، همه مردم تاجیکستان را خواهد گرفت که فرزند شیرخوار امروز بدون مادر و مادرش به خاطر آنه که تاجیکستان آزاد باشد و وابسته چین نباشد امروز زندان است. بر خاطر یک مقاله نوشته در مورد چین امروز به زندان برده شد. این ویدیو را با هم می‌بینیم. این طفل فرزند خرده روزنامه‌نگار زندانی رخشانه حکیموف است که حالا از مادر جدا و از یگانه غذایش شیرین مادر 2 روز باز محروم است. وی هنوز نمی‌داند که 8 سال آینده احتمال مادرش را نخواهد دید. بیبی کودک مادر رخشانه میگوید شب گذشته با شکرانه 9 ماهه تا صبح بیدار بودند. من این فرزند خردیش 9 ماهه کالونیش 2.5 ساله شیری مادر میخورد. برای همین ما امشب خیلی عذاب کشیدیم. خیلی نمیدانیم اکنون چی کار کنیم. ما یک فکر کردیم که ابیدی بریم به سیزو و ممکن وای کره میتیم یک شیر دادم میتیم گفتم با اجازت نمیدادیم. مقصوده شراپова حالا نمیداند به پرسش های نبیره کلانیش که پیوسته مادرش را سراغ میکند چی جواب دهد. این اومد از صادق اول نگاه کرد بر بازی کدو سونی مرا آیا میگوید. سونی گفت که آیا بوام بیان بوام کنی گفت. سونی من گفتم که ها بوام بالنیسه و رفتن و کول کردم. بعد با بازی کرد شب شد انا بوام کنی آیا بوام کنی سحری باز خسته آیا مرا با صادق بوام بران میگفت. والدان رخشانه حکیموف به بیگناهی دخترشان اصرار می‌ورزند و تا آخرین لحظه ها باور داشتند که او از تالار دادگاه دوباره بیرون می آید، ولی به جای او 2 گوشواره اش را بیرون آوردند، همچون رمزی 2 طفل و همچون پیام به مادرش فرستاده بود. او بچه فوتر گناه لازمش گفتم من از بحران میبرم سگو داده و یک گرم شما پیوندان روزنامه‌نگار حالا از رهبریت کشور درخواست دارند که قضیه را تحت نظارت خود بگیرند و حکم روزنامه‌نگار را بازبینی کنند. از پرزیدنتمون بسیار خواهش میکنم که کلین من را دستگیری کند. نه که این کلین من باز گفتنی هم کلین من بیگناه است، یگان گناهی ندارد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه رخشانه حکیموف روزنامه‌نگار 31 ساله را با گمان خیانت به دولت 8 سال زندانی کرد. پرونده حکیموف پشت درهای بسته بررسی شده خود او در دادگاه اتهام را رد کرده است. هزاران نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این حکم اعتراض کردند. آنها رخشانه را بیگناه و 8 سال زندانی کردن مادر 2 کودک خردسال را خلاف قانون نامیدند. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده رخشانه حکیموف را به پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد، ولی به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده جزئیاتش معلوم نیست. خب همونطور که شما دیدید هموطنان و هر وجدانی بیداری این نوار را تماشا میکنند و این کودک شیرخوار و این پدر اشک پدر رو و اشک مادر رو میبیند واقعا نگران میشد و از او فکرش به اون طرف میرود که آیا واقعا ما مرد هستیم و ما واقعا مسلمان هستیم و ما کچهروندی تاجیکستان هستیم. و هر مردی که اگر این نوار را میبیند و بیدار نمیشه و برای نابود کردن همین اولاد دیکتاتور مبارزه نمیبرد، پس در مرد بودنش و در تاجیک بودنش و در مسلمان بودنش باید شک کند و در این شکی نیست که هر فرزند عزیز است و باید ما بدونیم که اگر امروز رخشانه در این چنین حالت قرار گیری، فردا هر یک ما و شما در چنین حالت قرار میگیریم و اگر ما وجدان بیدار داشته باشیم باید عین حال با تمام تلاش و کوشش کنیم و
پیش بریم که همین آزادی خانم رو به دست بیاریم و علاوه بر این برای نابود ساختن چنین اشخاصی که چنین نفرها رو زندان میکنن مبارزه بریم. یکی از اونها امام علی رحمانوف است که باید با تمام تلاش‌ها اولین کاری که انجام میدیم رخشانه رو آزاد کرده و سپس چنین اشخاص رحمانوف رو یا اولاد او رو از کشور نابود بسازیم. مردم عزیز کشور، هموطنان، همدیاران، پدران و مادران، امروز روزگاری است که ما همه از یک گریبان دست براریم و به سوی آزادی، به سوی آزاد کردن زندانیان، به سوی پیشرفت، به سوی ترقیات کشور سر برداریم. سربرداری ما مطمئن باشید که آینده درخشان، خوشحالی های زیادی به میان خواهد آورد. از جمله این طفل 8 ماهه و اون فرزند 2.5 ساله‌ای که مادرش رو انتظار بود و سوال کرد که مادر من کی خانه میآید، باور کنید به خاندان هر یک تاجیک شادی میارد. مطمئن باشید که به خانواده هر یک شهروند تاجیکستان خوشحالی میارد. اگر ما امروز خاموشی را اختیار کنیم، اگر ما امروز درد یک دیگر را احساس نکنیم، مطمئن باشید که فردا هیچ نفر درد ما را احساس نمیکند. همینطوری که برادر علمز در اینجا ذکر کردن، مطمئن باشید که خاموشی ملت باعث میگردد که همین گونه اشخاصی که عین حال، یعنی همین اشخاصی که امروز بیدار هستند و برای آبادی آزادی این کشور مبارزه میبرند، ناامید بگردند و از میدان برای همیشه بروند و به این ملت و بیداری این ملت به دیگرگونی تاجیکستان اعتماد باوری نکنند. و مطمئن باشید که حالت مردم تاجیکستان از حالت مردم کره شمالی بدتر می شود و وضعیت ما خراب و خرابتر می شود. پس مطمئن باشید که بیداری ما و شما، سربرداری ما و شما سببگار آزادی، سببگار نابودشوی ظلم، سببگار پیشرفتی جامعه ما خواهد گردید. من وقت شما را زیاد نمیگیرم هموطنان و همدیاران. امروز در برنامه قدرت و حقیقت شما را 11 در حضور شما قرار داشتیم. پیرامونی چند موضوع صحبت کردیم. از برادرانی که در برنامه پیوست شدن از اونها تشکر میکنم و از برادرانی که بعداً نوارا میبینن از همه شما خواهش میکنیم برادران برنامه رو کاملا تماشا کنید، لایک خود رو بگذارید، برنامه ما رو شریک بسازید، چون چند مدت میشه ما در پخش مستقیم نبودیم و چند برنامه اخیری که انجام دادیم متاسفانه با سبب اینه که ما در یوتیوب یک مرتبه 2 مرتبه برنامه کردیم و چند مدت نتوانستیم. این باعث کرد که یوتیوب ما کم خاموش شود و پیروان یوتیوب کم شوند. به همین خاطر از شما خواهش میکنیم که لایک های خود رو بگذارید، ویدیوی ما رو پدیدید کنید، کامنتری بیشتر بنویسید و این میتواند کمک برساند که نوارهای بعدی ما بیشتر بیننده پیدا کنند. از این طریق توانیم به ملت و جامعه تاجیکستان خدمت کنیم. با شما بودم در برنامه 11 قدرت و حقیقت عبیدالله سیدی. شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعدی. سلام علیکم و رحمت